سلام رفقا، خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم سراغ دبی و شگفتی های دبی رو ببینیم. اینجا همه چیز از بلندترین برج های دنیا تا کلاب های زیرزمینی پیدا میشه. امروز میخوام 20 تا چیز خفن درباره دبی رو بهتون بگم که دهنتون باز میمونه. پس اگر آماده اید بزنید بریم. خب اول از همه بریم سراغ یک شاهکار دبی، برج خلیفه. این برج با 828 متر قدش بلندترین ساختمون دنیاست، ولی فقط قدش نیست که دهن آدم رو باز میذاره. تو این برج میتونی توی آپارتمان های لوکس زندگی کنی، دفتر کار داشته باشی یا تو بلندترین طبقه دنیا وایسی و از منظره دبی لذت ببری. واقعا انگار روی ابرا وایسادی وقتی اونجایی. شماره 2 لیستمون پالم جمیرا هستش، یکی از معروفترین جزیره های دستساز که از فضا هم دیده میشه. برای ساخت این جزیره میلیون ها متر مکعب از ایران خاک و سنگ خریدن که بریزن تو دریا بتونن این جزیره رو بسازن. ویلاها و هتل‌های شیک با منظره‌های عالی که فقط دبی میتونه همچین چیزی رو بسازه. البته ما هم میتونیم بسازیم، ولی خب کلا چیزای دیگه میسازیم. شماره 3 لیستمون بازار طلاست. اگر عاشق طلا هستی بهشت شما دبیه. اینجا میتونی بری توی بازار طلای دبی و بیش از 10 تن طلا رو یک جا ببینی، از گردنبندهای غول‌پیکر گرفته تا دستبندهای ظریف. اینجا همه چی پیدا میشه. پس اگه دنبال سنگین شدن دست و گردنت هستی و سبک شدن جیبات، میتونی دبی رو انتخاب کنی برای مقصد. شماره 2 لیستمون دبی مال هستش، یه مرکز خرید بزرگ با 1200 تا فروشگاه که هر چی بخوای توش پیدا میشه. البته اینجا فقط یک مال بزرگ نیست، یک آکواریوم بزرگ هم داره که میتونی بری و از نزدیک پوسه ها و ماهی های عجیب غریب رو ببینی. حتی میتونی باهاشون شنا هم بکنی. البته نهار و شام نمیتونی باهاشون بخوری. شماره 5 لیستمون خیلی باحاله بچه‌ها. پلیس های باحال دبی با ماشینای سوپر لوکسشون مثل لامبورگینی و فراری کلا دور و برت گشت میزنن. انقدر اینا با کلاس شیکن که دوست داری اصلا کلا بگیرنه. اینم بهتون بگم که اگه بخواین هم نمیتونی از دستشون فرار بکنی، به خاطر که ماشیناشون فوق العاده پرقدرته. وقتی پلیسا شیکن، شهر هم باید شیک باشه دیگه، نه؟ شماره 6 لیستمون آسمون خراش‌های بزرگ دبی. دبی پر از آسمون خراش‌های باحاله که هر کدوم انگار از فیلم‌های علمی تخیلی در اومدن. وقتی هم که شب میشه و چراغای این ساختمونا روشن میشه، انگار وارد یک دنیای دیگه‌ای شدی. کلاً یه بهشتیه برای خودش. شاید باورتون نشه، شماره 7 لیستمون گرما هستش، یعنی گرما یکی از جاذبه‌های دبیه. توی دبی دما تو تابستون تا 45 درجه میرسه، اما نگران نباشید، اینجا پر از مراکز خرید و جاهای خنکه که به راحتی میتونی کلا از گرما در بری بچپی اون تو خنک شی. شماره 8 لیستمون رستوران‌های زیر آبه. اگه دوست داری که شام رو با ماهیا میل بفرمایید، میتونید برید دبی در رستوران هتل آتلانتیس غذا بخوری کنار ماهیا و جلوی چشمت شنا بکنن. ولی واقعا بهتون میگم بچه‌ها، این یه تجربه‌ای که هیچ جای دنیا پیداش نمی‌کنید. اگر دبی هستید یا قصد دارید که برید دبی، به نظر من حتما این رستوران رو امتحان کنید. یکی از جاذبه‌های عجیب غریب دبی اسکی توی صحرا. آره درست شنیدی. توی دبی یک مرکز اسکی واقعی داخل مرکز خرید دبی مال وجود داره. میتونی تو وسط تابستون که دما بالای 45 درجه هستش بری روی برف‌ها اسکی کنی توی مال. اینجا دبی دوستان، همه چی ممکنه. شماره 10 لیستمون سریع‌ترین ترن‌های هوایی جهانه. دبی یکی از سریع‌ترین ترن‌های هوایی دنیا رو داره. ما میتونی با سرعت بیشتر از 240 کیلومتر در ساعت روی این ترن‌های هوایی حرکت کنیم. شماره 11 لیستمون هتل 7 ستاره برج العرب. برج العرب تنها هتل 7 ستاره دنیاست دوستان. شاید باورتون نشه، این هتل به شکل بادمان طراحی شده و خدماتی داره که حتی شامل منوی بالش هم هست. آره میتونی بالش مورد علاقت رو انتخاب کنی و از این اقامت لوکست لذت ببری. شماره 12 لیستمون رقص آبنمای دبی. آبنمای دبی یکی از بزرگترین آبنماهای دنیاست که رقص نور و آبش هر شب کلی توریست رو جذب خودش میکنه. این دوست عزیزمون آبش تا ارتفاع 150 متری شلیک میشه و همزمان با موزیک حرکت میکنه. دیدنش واقعا جادوییه دوستان.
تو دبی شتر سواری هم متفاوت برگزار میشه. اینجا به جای سوارکارهای انسانی ربات‌های کوچولو روی شترها قرار میگیرن و مسابقه میدن. تکنولوژی با سنت‌های قدیمی ترکیب شده. خدای من. شماره 14 لیستمون مراکز تجاری بدون مالیات. دوستان خرید کردن توی دبی یه حال و هوای دیگه ای داره، چون اینجا خیلی از کالاها بدون مالیات عرضه میشن. میتونی کلی خرید کنی و پول بیشتری تو جیبت بمونه. دوستان شماره 15 لیستمون آسمون خراش‌های آینده نگر قاب دبی. البته من اینو ترجمهش کردم، انگلیسیش میشه دبی فریم. من دیگه فارسیش اینجوری عجیب غریب شد، ببخشید دیگه. قاب دبی یکی از جدیدترین شگفتی‌های شهره که به شکل یک قاب بزرگ ساخته شده. میتونی از اون بالا دو نمای متفاوت از دبی قدیم و جدید رو ببینی، انگار که داری از گذشته به آینده نگاه میکنی. پشما. دبی نه تنها مدرنه بلکه ریشه های خودش رو توی بیابون هم حفظ کرده. شماره 16 لیستمون صحراهای عجیب و غریب دوستان. شما میتونی با تورهای سفری بری توی دل شنهای طلایی و شتر سواری کنی. شبها هم زیر آسمون پرستاره صحرا بخوابی. شماره 17 لیستمونم پرش از آسمان، همون اسکای دایوینگ. اگه عاشق هیجان هستی، اسکای دایوینگ بالای جزیره پالم جمیرا تجربه‌ایه که نمیتونی ازش بگذری. پرش از ارتفاع چند هزار متری با منظره‌ای که نفست رو بند میاره. شماره 18 لیستمون برج کایان هستش. برج کایان دبی با طراحی پیچ خورده خودش معروف شده. این برج به صورت 90 درجه میچرخه و یکی از عجایب معماری دبی به حساب میاد. هر طبقه با زاویه‌ای متفاوت قرار گرفته، انگار که برج داره میرقصه. شماره 19 لیستمون نخلستان‌های مصنوعی. وسط این همه شن و صحرا دبی تونسته نخلستان‌های مصنوعی ایجاد کنه که یک دنیای سرسبز توی دل بیابونه. این نخلستان‌ها نه تنها زیبا هستن بلکه هوای دبی رو هم تصفیه میکنه. البته نمیدونم مصنوعی چطوری میتونه، احتمالاً طبیعی، مصنوعی اجا کندن آوردن گذاشتن اونجا. رسیدیم به گل کار، شماره 20 لیستمون. شاید فکر کنید که دبی فقط همون چیزهایی هستش که توی ویترین ها جلوی چشتون میبینید، اما بعضی وقتا زیر سطح شهر چیزهای دیگه هم در جریانه. بله، در دبی برخی هتل‌های لوکس زیر زمینشون کلاب‌ها و بارهایی دارن که برای مهمون‌های ویژه فضای خصوصی ارائه میدن. این مکان‌ها به خاطر مجوزایی که هتل‌ها دارن به طور قانونی فعالیت میکنن، اما فضای داخلیشون خیلی خصوصی‌تر و دور از دید عمومه. البته یادتون نره که قوانین سفت و سختی هم برای اینجور جاها هم هست. شما نمیتونید بیرون از این فضاها نوشیدنی دستتون بگیرید یا رفتار نامناسب داشته باشید، اما اگه داخل این کلاب‌های زیرزمینی بشینید، تجربه‌ای کاملا متفاوت از دبی خواهید داشت. این فضاها برای کسانی هستش که دوست دارن تجربه‌ای متفاوت از دبی داشته باشن، اما بازم باید مراقب بود چون قوانین دبی همچنان جدی هستن. خب دوستان، اینم از 20 تا چیز خفن درباره دبی، شهری که مرزها رو شکسته و واقعا غیر ممکنها رو ممکن کرده. از فضاهای لوکس و تفریحات قانونی تا زیرزمین‌هایی که داستان‌های متفاوتی تو دل خودشون دارن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و حس کردید که دبی هم شما رو شگفت زده کرده، یک لایک مهمون ما بکنید تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. در آخر مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی روی ماه همتون رو میبوسم. خدا حافظ.